سلام بچه‌ها، چطورید؟ امروز قرار یاد بگیرید که چطور یه ویدیو انیمیشنی رو با هوش مصنوعی بسازید. برای شروع کافیه با استفاده از مرورگرتون وارد سایت lexica.art بشید. اینجا کلی عکس ساخته شده با هوش مصنوعی وجود داره که هر کدوم رو دوست داشتید میتونید خیلی راحت دانلود و استفاده کنید. یا اگه دنبال عکس خاصی هستید کافیه اون کلمه‌ای که میخواید رو جستجو کنید. برای مثال من اینجا کلمه بوی انیمیتد رو جستجو کردم و از این عکس پسر بچه میخوام استفاده کنم. برای دانلودش هم خیلی راحت میتونید این آیکون دانلود رو بزنید. بعد از این کار حالا کافیه پس زمینه‌اش رو حذف کنید که اگه توی سیستم دارید این کار رو انجام میدید خب میتونید با فتوشاپ خیلی راحت پس زمینه‌اش رو به رنگ سبز تغییر بدید. اگه با گوشی هم میخواید این کار رو انجام بدید توی برنامه پیکسارت میتونید با گزینه ریموو ویژی خیلی راحت پس زمینه‌اش رو عوض کنید. برای فتوشاپ میتونید از همین ابزار اسمارت آبجکت تول استفاده کنید. این پسر بچه رو که انتخاب کردید بعد لایه زیرش رو سبز رنگ یا همون پرده سبز کنید. بعد از این کار کافیه عکستون رو ذخیره کنید. حالا میریم توی سایت بعدی به اسم studio.d-id.com که آدرس اونم روی صفحه براتون مینویسم. از این پایین صفحه کافیه وارد حساب کاربریتون بشید. من بهتون پیشنهاد میکنم روی ورود مستقیم از طریق حساب کاربری گوگل بزنید و خیلی سریع حساب کاربریتون رو بسازید. بعد از اینکه وارد حساب کاربریتون شدید میتونید به صورت رایگان 20 تا ویدیو بسازید. کافیه روی گزینه کریت ویدیو بزنید و یکی از این طرح‌های پیش‌فرض خود سایت رو انتخاب کنید یا اون عکسی که چند لحظه قبل‌تر ساختید رو از این بخش اد اضافه کنید. بعد میتونید از سمت راست تصویر به دو صورت متنی یا فایل صوتی صداتون رو اضافه کنید که برای اضافه کردن متن فارسی میتونید از این قسمت زبان رو روی حالت پرشین یا فارسی بذارید و متنتون رو تایپ کنید. خوشبختانه این سایت از زبان فارسی هم پشتیبانی میکنه. از بخش پایینی هم میتونید صدا رو بین مرد و زن تغییر بدید که من یه نمونه ویدیو هم با این روش ساختم، اونم در ادامه بهتون نشون میدم. اما برای اینکه صدای خودتون رو اضافه کنید میتونید از قسمت دوم فایل صداتون رو آپلود کنید. چند لحظه صبر کنید که فایل صدا آپلود بشه. بعد میتونید روی گزینه جنریت ویدیو آبی رنگ بالای صفحه بزنید. حالا اینجا روی گزینه جنریت بزنید و صبر کنید که ویدیوتون پردازش بشه. هر چقدر که زمان ویدیوتون کمتر باشه خب مراحل پردازش خیلی سریعتر انجام میشه. بعد از اینی که ویدیو رو دانلود کردید حالا دیگه میتونید با اکثر برنامه‌های ویرایش ویدیو پس زمینه سبز رنگش رو حذف کنید و روی عکس و ویدیوهای دیگه ازش استفاده کنید. اگه نحوه انجام این کار رو نمیدونید من قبلا آموزش حذف پرده سبز با اکثر برنامه‌های ویرایش ویدیو رو توی کانال آپارات براتون گذاشتم. کافیه اونها رو ببینید و خیلی راحت پس زمینه این ویدیوتون رو حذف کنید. اگه زمانم خواستید متنتون رو تبدیل به یه ویدیو کنید اونم در ادامه بهتون توضیح دادم. این ویدیو رو کامل ببینید و بعدش دیگه میتونید هر ویدیویی که خواستید رو ازش بسازید. لایک و کامنت و دنبال کردن کانال ترفندسته رو فراموش نکنید. دوستای خوبم موفق باشید. سلام دوستای گلم، نظرتون چیه از این به بعد من ویدیوها رو بسازم و دیگه مسعودی نباشه؟ حتما توی نظرات بهم بگید. ویدیو رو هم لایک کنید. مرسی عزیزای دلم.